سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. سفر وزیر اطلاعات و فرهنگ به ولایت پنجشیر و ارزیابی وضعیت این ولایت. دیدار رئیس عمومی جمعیت هلال‌احمر افغانی با رئیس فدراسیون بین المللی جمعیت‌های ملی در افغانستان و گفتگوی تلفنی پوتین با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران. امروز دوشنبه 24 ماه حمل سال 1405 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. شیخ شیراحمد حقانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در سفرش به ولایت پنجشیر با حافظ محمد آقا حکیم والی این ولایت دیدار کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که در این دیدار دو طرف بر تداوم همکاری‌ها تاکید کردند. وزیر اطلاعات و فرهنگ وضعیت امنیتی، انکشافی و گردشگری پنجشیر را مثبت ارزیابی کرد و همچنان از ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت بازدید کرده و وعده رسیدگی به پیشنهادات مطرح شده را داده است. شیخ شهاب الدین دلاور رئیس عمومی جمعیت هلال‌احمر افغانی با حسام فیصل رئیس فدراسیون بین المللی جمعیت‌های ملی در افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. جمعیت هلال‌احمر افغانی میگوید که در این دیدار دو طرف پیرامون تقویت همکاری‌های بشردوستانه، بهبود تنظیم و هماهنگی کمک‌ها و نیز راهکارهای عملی برای افزایش موثریت فعالیت‌ها گفتگو کردند. همچنین در این نشست بر گسترش خدمات صحی و ایجاد مکانیزم‌های مؤثر برای رساندن به موقع کمک‌ها به افراد نیازمند نیز گفتگو شده است. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سماع شکایات میگوید که محتسبین این وزارت در 8 ولایت کشور 38 زن را از خشونت‌های خانوادگی و محرومیت از حقوق شرعی نجات دادند و گفته این وزارت این زنان در نتیجه عنعنات ناپسند و رفتارهای نادرست از سوی خانواده‌هایشان با مشکلات روبرو شده بودند که پس از مداخله محتسبین به حقوق شرعی خود دست یافتند. و در آخرین خبر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در یک تماس تلفنی درباره آخرین تحولات خاورمیانه گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه کرملین، رئیس جمهور ایران ارزیابی خود از مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام آباد را شریک ساخته و از موضع روسیه در نهادهای بین المللی قدردانی کرده است. از سوی هم ولادیمیر پوتین نیز بر آمادگی روسیه برای کمک به حل سیاسی و دیپلماتیک درگیری و ایفای نقش میانجی تاکید کرده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.